سلام. بازم یه شب دیگه و یه موشکاف دیگه. اگه خاطر شریفتون باشه پریشب عظمای زبار در رفته پرید وسط مرکب و یکی به میخ مذاکرات زد و یکی به نعل مخاصمات. توصیه من همیشه به مسئولین اینه، میگم در کار سیاست خارجی، در کار مبادلات بین المللی، در مسائل گوناگون هرچه تلاش و ابتکار هست به خرج بدید. من موافق با تلاش و ابتکار و پیشرفت و مذاکره و از این حرفا هستم. بله، اصل مطلب همین بود که شنیدید. سیدعلی میخواست قبل از مذاکرات یه چشمک قهرمانانه به 5+1 بزنه که یه وقت پیچ و مهرهای مذاکرات شل نشه. حالا دسر این نرمش علی گدا چی بود؟ هیچی، یه تشر بسیجی خر کن. روی مسئله موشکی کشور تکیه میکنن، توقع محدود کردن توان موشکی کشور رو دارن، در حالی که خود اونها مرتب تهدید نظامی میکنن. خب این یه توقع احمقانه است. بعد از این حرکت زیگزاگی مقام عظما همه منتظر بودن ببینن واکنش طرف حسابات چیه. روزنامه‌های باند کوسه نه گذاشتن نه برداشتن، چشمک و چراغای عظما رو با تیتر درشت کوبوندن رو ورق پاره هاشون. طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بودم و هستم. طرفدار ابتکار در سیاست خارجی هستم. طرفدار ابتکار در مذاکره هستم. به این ترتیب کوسه چیا به دلواپسای قاط زده باند خامنه میگن یه سوتی. دیدید تو سال اسب چجوری سوار یابوی ولایت شدی؟ از اون طرف لاریجانی مجلسم به عنوان یکی از رؤوس مثلث حامی مذاکرات خودشو انداخت وسط و یه آچاری به مهره مذاکرات انداخت. ایران در مذاکرات هسته‌ای به دنبال روشنگری حق خیش به تمامه است، نه دنبال اسباب بازی هسته‌ای. در مذاکرات آینده چارچوب مورد قبول صیانت از کلیت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و کمیت این فناوری محل چانه‌زنی نیست. حالا نوبتی هم که باشه نوبت واکنش دلواپساست. بریم ببینیم اینایی که سالها ولایت و حلوا میکردن حالا روزش چقدر حرف آقاشونو میخونن. از شربت مداری شروع میکنیم که یه دهنکجی به عظما کرد و یکی از جملات سخنرانی‌های قبلی سیدعلی رو تیتر کرد. رهبر انقلاب صراحتاً گفتند در جزئیات مذاکرات دخالت نمی‌کنند. بابا این چه کشیه که میگی تو؟ سیدعلی اینو 6 ماه پیش گفت، بعد تو الان میاریش میخوای به خامنه سیگنال بدی که حرفای اخیرش مالی نبود ها؟ اصلا میگی این به کنار، اصلا بگو از دستت در رفته. نامه بسیجی‌ها چیه برداشتی چاپ میکنی؟ اگر قرار است توافقنامه نهایی از سوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود، باید متوجه این واقعیت بود که این توافقنامه تنها با به رسمیت شناختن صریح حق غنیسازی کامل هسته‌ای از سوی 5+1، لغو فوری همه تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه ظالمانه علیه جمهوری اسلامی مربوط به پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم و نپذیرفتن پروتکل الحاقی یا هر برنامه‌ای که مستلزم بازدیدهای سرزده باشد قابل قبول است. دیدید؟ جون موشکاف دیدید چجوری مذاکراتو به تحریما گره زد؟ اینها رو گره نزنید به نقاط نیاز و ضعفی که امروز تصور میکنید در کشور هست. مثل مسئله تحریم رو جور دیگری حل کنیم. آخه موشکاف دیگه چی بگه؟ این از طلسم شکسته ولایت، اینم از بسیجی های دماغ سوخته ولایت مدار.
این ولی فقیه یا گوشت چرخ کرده است؟ سید علی هشدارای موشکاپو جدی بگیر، نگی نگفتی ها. موشکار